خبر خوش، تو پدر میشی کوچالو جان. من حامل هستم، امروز خیلی خوشحال هستم. راست میگی بامیه جان، من پدر میشم؟ یعنی طفل ما میآیه؟ باید تمام کسایی که منتظر عروسی ما بودن باید خبر شون. تو تشویش نکو کوچالو جان. کسایی که در عروسی اشتراک کرده بودند و کسایی که ویدیوهای عروسی ما را دیده بودند، همه آنها یکدیگر خود را خبر میدند که طفل ما میآید. درست است، ببینم چی میکنن. و چند روز شد که شرکت نرفتم و فردا باید بروم. برای چند روز کار ضروری است اونجا. کوچالو بچیم، از آمدن شما تازه 1 هفته شد و اینقدر زود میری، پس بامیه تنها میمانه. دق میاره پشت تو. مادر جان، من باید بروم. کار عاجل است. همراه خود با درنگ را هم میبرم. با کارا را یاد داده، پس زود میآیم. بامیه جان، من میفهم که رفتن من تو را ناراحت میکن. من میرم و کارهای شرکت را دیده و با درنگ را سرکار کرده، پس میآیم. بیا که برویم خسور برا بچیم. بشی در موتر که حرکت است. کوچالو بچیم، تو خوب پولدار شدی، مدت تو چطور زور است. از پدر و مادرم هم پرسیدم، آنها هم نمیشناسن ملکه روما را. تو کی هستی و کجا هستی؟ که فرید میده ای تور پشت تو را گرفته. برای میده من باید تو را پیدا کنم.